7-8 ساله که تو آره. 3 تا کمپانی خیلی آیکانیک سیلیکون ولی کار کرده، توی اپل، فیسبوک و الان هم توی اسپیس اکس و بیشتر قسمت استارلینک هم هستی. درسته؟ اصلا اپل رفتنم هم داستانش خنده‌دار بود. من اپل یه پوزیشنی اپلای کردم توی آستین و یه نکته هم که داشت به خاطر همون سیکرسی اپل، مثلا هر لایه‌ای که می اومد پایین یه مقدار اینفورمیشن هم هست میشد. یعنی اون لایه‌ای که اون پایینه تقریبا نمیدونستن برای چه محصولی دیزاین میکنن. خیلی ها اینجوری بودن. این خیلی فرق بزرگی بین فیسبوک و اپل. درسته تو فیسبوک همه چی رو میدونن. آره. تو فیسبوک اوپن بود. حتی تو فکر کنم حتی تو اسپیس اکس هم خیلی اوپن قضیه. یعنی اینجوری نیستش که همه دیتا فیلتر بشه. آره ما رفتیم تو فیسبوک تو همین کار حالا آگمنتد ریالیتی و ویرچوال ریالیتی و این داستانا. چقدر با خود ایلان ماسک اصلا کار کردی یا چه اصلا حضورش راستش بخوای از وقتی من اومدم یه حالا من که در جایگاه نیستم که قضاوت کنم ولی غلط یا درست خودشو درگیر توییتر کرده. خیلی خوش کالچر، خوش و چیز جدیه نسبت به اون حتی از اپل هم جدی‌تر و خوش‌تره. آره. ببین تا الان هولوهوش 6000 تا ستلایت دارن بالا. تو هر پروازی هم تقریبا 20-25 تا از این ستلایت ها میفرستن. آره خلاصه بیشتر اونه. یعنی این لانچ کردن و اینا آخرش قراره که ما بتونیم اونجا زندگی کنیم. هدف اصلی اینه. چه خبر؟ آقا درود. قربونت، مرسی. خوبی؟ مرسی. بچه‌ها قبل از اینکه شروع کنیم اینو صحبت کنیم من بگم که علی رو من خیلی میشناسم. علی مسکرانی مهمان این دفعه این اینترویو. ما خیلی از بچگی هم شدم. من توضیح میدم یه کوچیک. و علی توی 10 سال گذشته چند ساله که از زمانی که رفتی اپل؟ 2016 بود دیگه. 2016 پس 7-8 ساله. 7-8 ساله که تو 3 تا کمپانی خیلی آیکانیک سیلیکون ولی کار کرده، توی اپل، فیسبوک و الان هم توی اسپیس اکس و بیشتر قسمت استارلینک هم هستی. درسته؟ 3 تا جایی که خیلی منظر من جای جالبیه و برای همه جالبه. من این سری جدید حالا لایو یا هر چی اسمشو بگیم برای خودم گفتم که میخوام با آدمای صحبت کنم که کارایی کرده باشن که با خود من متفاوته، یه جوری از این به قول معروف این لوکال ماکسیموم در بیام، برم اون اطرافو بگردم ببینم بقیه دارن تو زندگیشون چیکار میکنن که یه سری دیمنشن‌های جدید به خودم اضافه کنم، با بقیه هم شیر کنم دیگه. بعدم خب شاید از این وسایل چیزی در بیاد که شما بخواید منتور شین بقیه. بعد علی هم کارش با من خیلی متفاوته، بیشتر سمت هاردور و الکترونیک و اینا بوده. من میگم 3 تا کمپانی کار کرده که برای همه خیلی جالبه که بدونن. خلاصه به یکم پس اول از همه یه بک‌گراند بدیم که ما همو از راهنمایی میشناسیم. بیسیکلی تو کوچه و خیابون تو با سنگ و نمیدونم چوب و همه چی به ما همه آره خلاصه همه کاری که نباید میکرد. یه زمانی که کاری میکنیم که تو آسفالت یه بازیایی میکردیم که خیلی عجیب غریب بود و کلا فکر کنم الان ایلیگال باشه برای بچه‌ها. میزدیم زیر با سنگ میزدیم. خلاصه هر کی تصویر من از اون زمان ببینم میگه اینا هیچ وقت به هیچ جا نباید، یعنی نباید میرسیدیم. حالا نمیدونم سام ها یه چیزی شده وسط. حالا اون قدم من حتی یه بار بگو. اولا که درود به همه، مرسی از دعوتت کوشیار. من خیلی آدمی نیستم که راستش بخوام بیام جلوی چیز صحبت کنم و اینا، ولی چون نیتت رو گفتی که هدفت اینه که به خصوص به بچهای ایرانی یه اوورویوی بدیم از مثلا کاری که میکنیم، شاید براشون جالب باشه، شاید یه چراغی خلاصه تو ذهنشون روشن بشه. من برای این گفتم آره خیلی جذاب و برای همین جوین شدم. خلاصه مرسی از دعوتت. امیدوارم که خلاصه یه درد یه نفری بخوره این گفتگو ما. به درد خیلی هم میخوره. میخوای بگو بک‌گراند تحصیلی و کاری و بعد چجوری رفتی اپل و چجوری رفتی فیسبوک و اسپیس اکس؟ آره خب برگردیم از همون پس سنگ و کلوخ و اینا شروع کنیم. مدرسه هاشمی نژاد مشهد ما میرفتیم، سال فکر کنم 70 بود دیگه. راهنمایی دبیرستانمون تمام میدون فردوسی مشهد بودیم. بعد مدرسه خیلی خوبی هم بود، خیلی دوستای خوب، خیلی خاطرات خوب. بعدم که چیز بود دیگه. بعد خلاص حالا من قبل از این که از بک‌گراند تحصیلی بگم یک دیسکلیمر بدم که من خیلی چیز نیستم، خیلی خودمو از نظر آکادمیکی آدم اکامپلیشتی نمیدونم.
من بعد از اینکه خلاصه اون دبیرستانمون داشت تموم میشد و وقتی کنکور بود خیلی اکسپکتیشن ها بالا بود، بچه‌ها هم بیشتر مثلا همه دانشگاه‌های خوب میرفتن و منم راستشو بخواید اکسپکتیشن این بود که حالا مثلا برق و مثلا مکانیک و کامپیوتر نشیم دیگه صنایع شریف مثلا قبول میشیم، که این اتفاق هم نیفتاد. من انداب کردم دانشگاه فردوسی مشهد. دانشگاه فردوسی رفتم، خیلی هم راستشو بخواید بی انگیزه شدم از اونجا، یه مدت زیادی بی انگیزه بودم و درس مرس زیاد نمیخونیم دانشگاه فردوسی. بعد دیگه اونو همونطوری خیلی معدل نسبتا خیلی پایینی بکنم تموم کردیم، 4 سالش تموم شد. یکم بعد به خودم اومدم گفتم حالا میخوای چیکار کنی با زندگی، مثلا میخوای با این لیسانس خلاصه به این لیسانس و با این بی سواد لیسانس خلاصه اومدن بیرون به جایی نمیرسی. دانشگاه فردوسی دانشگاه خوبیه، حالا یه دلان شاکی میشن. آره نه خیلی ریسپکت و همه. من دانشجو بدی بودم دانشگاه فردوسی، من خودمو گفتم اصلا اینو که نگفتم دانشگاه فردوسی بدیه. یه چیزی که من همیشه میگم این که واقعا یعنی درس اینه که شما هر مرحله هر شکستی بخورین جا برای جبران همیشه بعدش هست. یعنی این من خودم همیشه اینجوری بودم، فکر می‌کنم مثلا وقتی المپیاد نرفتم جهانی دیگه زندگی تموم شد، بعد دوره مثلا همیشه بعدش زندگی خیلی طولانی‌تر از اون حرفی اون وقت چیزی که فکر می‌کنم. آره من راستش بخوای اصلا داستان زندگی هم اینجوریه که اصلا من لرنینگم یعنی یاد گرفتنم از توی دانشگاه زیاد نبوده. هرچی نگاه کردم می‌خواستم اونو فکر می‌کردم امروز می‌خوام حرف بزنم، من بیشتر چیزایی تو زندگیمو راستش بخوای خودم مثلا یاد گرفتم. همون موقع هم که مثلا شروع کردم تصمیم گرفتم برای فوق لیسانس بخونم، دیگه استادا که تموم شده بود دیگه رفته بودن و ما مونده بودیم و یه سری کتابه که لاش باز نشده، اینا رو شروع کردم از اول گذاشتن جلوم و یکی یکی خلاصه شروع کردیم به خوندن، خلاصه نوشتن، خیلی اینتنسیه. 8-9 ماهی خلاصه درس خوندم و بعد مسترز رو رفتیم شریف انداب کردیم. خلاصه شریف هم خوب بود، آدمای قوی بودن و بچهای خوب بودن و ولی دوره مسترز کار میشه چی الکترونیک یا آره بک‌گراند هم همیشه الکترونیک بود، یعنی هم من تو لیسانس هم الکترونیک خوندم هم فوق لیسانس هم الکترونیک خوندم. آره بعد آره اون ولی خب دوره فوق لیسانس خیلی کوتاهه، تو مثلا یه سال مثلا فکر کنم مثلا 4-5 تا مثلا نهایتا کلاس داری، بعد دیگه میری مثلا پایان نامه تو مثلا تو یه سال دوم انجام میدی یا علی دیگه خیلی اتفاق خاصی تو اونجا نمیفته. خلاصه بعد از سال اول هم همه شروع میکنن به اپلای کردن تون، یعنی مثلا میگن که آقا وقت رفتنه. این تبع هم بودش و همه داشتن میرفتن. اون موقع هم احمدی نژاد بود و کمی خلاصه همه به دنبال فرار کردن بودن یادمه. بعد چی شد؟ بعد اومدیم اپلای کنیم، بعد دیدیم که آقا هیچکی خلاصه هر کی معادل لیسانس ما رو نام کنه میگه که آقا نه ادمیشن خلاصه سخت بود گرفتن. من خیلی چند جا اپلای کردم واسه بخوای یه تعداد محدودی ادمیشن گرفتم، مثلا تاپ آف د لاین هم اون موقع بود UC ایرواین که UC ایرواین مثلا به من پی اچ دی ادمیشن داد، اونم بهم فاندینگ نداد، گفتش که آقا تو مثلا بیا اینجا ببینید چیکار می‌کنی با اون لیسانست مثلا با اون معادلات اینا. خلاصه بعد آخر من انداب کردم دانشگاه خیلی کوچیکی به اسم آیداهو، اونجا من رفتم پی اچ دی خوندم الکترونیک دوباره. بعدم اونجا خیلی چون که چیز مثلا بازم دانشگاهی نبود که من بگم خیلی وقت زیاد بذاری اونجا بمونی مثلا ریسرچ عجیب بکنی اینا، یه 3 سالی اونجا بودم و بعدم یه سال حالت این هم دانشجو بودم هم اینترن بودم. پول میدادن درسته؟ آره اونجا فول فاند دادن بهمون. آره بعدم گفتم خب اونجا حالا خیالت راحت حداقل داری میری دست تو جیب خودت. حالا مثلا نمی‌دونستم که تو آیداهو بودی. برای کسایی که نمیدونن آیداهو مثلا چابهار ایران هم نیست، فکر کنم یه جای خیلی چیزی. آره مثلا آره یه دانشگاه خیلی کوچیکیه، ایالت خیلی دور افتاده ایه بیسیکلی. درسته. آره بعد آره دیگه بعد خلاصه اونجا خیلی زیاد نبودم، 3 سالی اونجا بودم و بعدم یه سال حالت رفتم. بعد یه اینترنشیپ گرفتم که یه شرکتی بود به اسم فورزا سیلیکون که یه استارتاپی بود تو کار ایمیجینگ بود. الکترونیکس سنسور میزد داره ایمیج سنسور در واقع دیزاین کردن اونجا. این یه اسپینافی بود از انگار ناسا جی پی ال. اونجا مثلا اون آدماش اومده بودن بیرون و خلاصه برای خودشون این شرکت رو زده بودن. خلاصه دیگه اونجا من وارد اینداستری شدم و دیگه یه 3-4 سالی اونجا بودم. بعدم که رفتم
آره فکر کنم 2016 اینا بود که اپل یه پوزیشن گرفتم، اونم باز دوباره تو همین داستان الکترونیکس بود. 2016 اولا که برای خود من جالبه این، همیشه من خودم داشتم، جالبه که تو هم مثلا حالا پک به شکل مختلف، بعد فکر کنم بیشتر آدمایی که اینو گوش میدن این براشون اصلا جالب‌تر باشه که شما از هر مسیری بری بعد جای زندگی بالا پایین خیلی داره. یعنی اصلا این که آره. آدما مثلا 17 سالشون که از فهم می‌کنن دیگه اینو مثلا این راه رو من به قول معروف این اگزییت رو من دیگه زندگیم تمام شده رفت. زندگی خیلی فرصت زیاد میده به تا حالا سعی کنین استفاده کنین، ولی جا همیشه بعضی آدما هم نویز زندگیشون زیاده. من از اون آدمایی هم که نویز زندگیم زیاده، یعنی اینجوری بالا پایین، مثلا من میتونم مثلا از اون پایین برم بالا دوباره باز پایین. یعنی اون اصلا چی مهمتر این که آدم این چیزو داشته باشه که وقتی افتاد پایین دوباره. من خیلی خراب زیاد داشتم تو زندگی. خب پس رفتی از اونجا رسوندی به اپل شدی چه کاره؟ شدی اپل اونجا هم همین. ببین من رشتم چیز بود، الکترونیک بود دیگه همچنان. حالا اگه که من میتونم یه راستش بخوای، چون یه خورده‌ای رشته من الکترونیک یه کمی الان نمیدونم ممکنه کانکت نشن ملت باهاش، گفتم شاید 4 تا اسلاید من نشون بدم، شاید یکم حتی یه اوورویو هم باشه. اول بیا چیز کن، اول بگو که اپل 3 تا کمپانی رو بگو که مثلا چجوری مسیر کار رو، بعد اصلا کار تو این کمپانی‌ها چقدر با اون چیزی که رفتی تو اپل با چیزی که قبلا دیدی چقدر این مثلا خیلی برای خود من جالبه، چون من اپل همیشه کمپانی خیلی بسته‌ای نسبت به اپل، فیسبوک و اسپیس ایکس. این 3 تا کمپانی خودشون خیلی جالبن. مثلا این 3 تا رو بگو بعد بکنم بریم سراغ دیتیل‌ها. آره من اصلا اپل رفتنم هم داستانش خنده‌دار بود. من اپل یه پوزیشنی اپلای کردم توی آستین، چون اپل این تیم سیلیکونش تو آستین هم چیز دارن. بعد منو یهو دیدن که صدا کردن آقا بیا کوپرتینو یه صحبتی بکنم. اون موقع توی الی و پاسادینا بودیم دیگه، همون شرکت استارتاپه. گفتم یه صحبتی بکن حالا ببین چی میشه. منم به الهه خانمم گفتم آقا من میرم اینجا، حالا یه دستگرمی یکم آماده میشیم، بعد دیگه بهتر شد اونجا چیز شد رفتیم اونجا. خلاصه همین دستگرمی اومده بودم، خیلی مثلا پریپریشن عجیبی هم نکرده بودم. برای پوزیشنمون هم یه گروهی بود، هم سیلیکون بود، دوباره چیپ دیزاین و سیلیکون و الکترونیک. که یعنی چی چیپ؟ یعنی موبایل دیزاین می‌کردین؟ آره ببین چیپ‌های خوب اپل از یه جایی به بعد فکر کنم خب استیو جابز که بود اون خیلی چیز نبود، نمیخواست مثلا همه end to end قضیه رو خودش بزنه. تیم کوک ولی مثلا خیلی دوست داشتش که تیم کوک مدلش اینه که آقا از 0 تا 100 رو خودمون بزنیم، کاستا رو کم کنیم، اپریشنش مثلا این شکلی. خیلی این مایندستش اینه که یه جورایی هم پیاف کرد برای اپل به نظرم. حالا با اینکه مثلا اول همه میگفتن که آقا مثلا چرا به جای که یه محصول جدید بدی میری همونو مثلا چیزشو مثلا بقیه‌شو خودت میزنی. حالا دلایلش هم یه دلیلش ممکنه این باشه که محصول جدید اونقدر مثل استیو جابز نداشتن، بعدم کمپانی انقدر بزرگ و ریسورس ها انقدر زیاد شده که الان میک سنس کنه که همه چی کار بکنین، انقدر که بندویت زیاده. آره پولم زیاد میومده قطعا دیگه. گفتم مثلا چیکار کنیم، مثلا این همه مثلا بیایم. آره خلاصه آره بعد چیپ دیزاین، یعنی ببین دو چیپ دیزاین یه جوری مثلا من میتونم بشکنمش. میخوای اگه آنالوگ بده میخوای نشون بده، اگه میخوای اول بذار من یه دونه اسلایدم میتونم نشون بدم، چون من یه چند تا اسلایدم آماده کردم، گفتم شاید یه خورده قسمت آموزشی هم بگیره ملت، شاید بعدشون نیاد. بذار من اسکرینمو شیر کنم. اوکی ببین الکترونیک 2 قسمت داره. همه آدما بیشتر این بک اند قضیه رو میبینن، یعنی اینکه تو همیشه تو دنیای واقعی که داری دیل میکنی یه مثلا چیز داری، یه مقدار مثلا ببخشید دنیای واقعی تو یه سیگنال ها همه آنالوگه، چه مثلا یه ویویه که داره پروپاگیت میشه، مثل صدا، مثل موج مثلا صدا که داره پروپاگیت میشه، یا مثلا یه تصویری که داری میبینی. اینا همه یه کوانتیتی هایی هستن که پیوستن تو زمان، اینجوری دیجیتال نشدن، 0 و 1 نیستن. حالا مثلا بعد اینا، حالا مثلا این سیگنال میاد، معمولا این اول قضیه یه فرانت اندی داری که آنالوگ یا RF بهش میگن. مثلا اگه سیگنال کامیونیکیشن باشه، مثلا سیگنال مخابراتی باشه، یه سیگنال RF معمولا. و اگر هم یه سیگنال مثل سنس کردن باشه، مثلا نمیدونم
صدا یا مثلا تصویر یا هر چیز دیگه، اونا اونا آنالوگن و اینا معمولا میره توی یه دونه اینترفیسی مثل به اسم A to D که دیجیتال میشه، بعد میاد ته قضیه این دیجیتال دیتا میاد میره به CPU یا GPU یا TPU یا هر چی الان میخواد باشه، یا اون پروسسینگ المنت. برای همین تو همیشه وقتی با دنیای واقعی داری دیل میکنی یا ریل تایم داری مثلا یک کاریو میکنی، دیتا تا ردی دیجیتال نشده اینا، تو همیشه اول باید این سیگنال آنالوگ رو بگیری، سنسش کنی، دیجیتایزش کنی، بعدش مثلا بیا این همین بلایی که سرش میخوای بیاری، مثلا پست پروسسینگی که مثلا میخواد روش بشه، اونجا رو مثلا معمولا همه در جریان. برای همین چیپ دیزاینر هم نگاه کنی مثلا توی حالا مثلا SoC یا مثلا CPU اپل یا اینتل، اینا یه قسمت خیلی کوچیک شاید 5% ایناست، این اینترفیس آنالوگ تو دیجیتاله یا اینکه اون سیگنال هست، بعد میاد بقیه‌اش دیگه همش دیجیتاله. اما کار من بیشتر تو این دو قسمت قضیه بوده، یعنی من تمام بک‌گراندم و بک‌گراندم تبدیل آنالوگ به دیجیتال و این سنس کردن هم خیلی مسئله پیچیده ایه. یعنی مثلا تو خب برای من خیلی بیسیکلی سنسور. سنسور برای سیگنال‌های مثلا که فرکانسش خیلی پایینه و اینا، یا سیگنال هم هستش که مثلا داره مخابره میشه از یه ساتلایت، یا مثلا اونا هم مثلا یه سیگنالیه که یه ساین ویو دیگه، مثلا مثل این که اینجا نشون دادیم. اینا یعنی اون که اول ماجراست که مثلا هر چی اتفاق تو دنیا میفته اینو تبدیلش به دیجیتال کنی، تحویل نفر بعدی بدی دیگه کارت. آره کامپیوتر اولیه که اومدن ساختن اون وکیوم تیوب و اینا، اون اصلا کلا آنالوگ بوده، یعنی تمام این پروسسینگ و اینا همش تو همون آنالوگ انجام میشده و میرفته، ولی خیلی اسکیلبل نبوده دیگه. یعنی اینا مثلا خیلی پردازش خیلی محدودی میشه روش بکنی، اگه بخوای مثلا چندین لایه مثلا این کارو بکنی بعد اون کارو بکنی بعد اون کارو بکنی، اینا رو دیگه فیل میکردن. برای همین دیگه دیجیتال خیلی چیز شدش دیگه، اومد تیک اوور کرد. و بعد این سنسوره من حدسم اینه که توی مثلا موبایل خب خیلی مهمه، به خاطر که صدا رو بیسیکلی سنس کنه، درسته، و حرکت و موشن رو الان جدیدن. آره بالانس و مثلا نمیدونم خیلی انواع مختلف داره. مثلا میخواد الان مثلا توی فرض کن که توی اپلیکیشن های مثلا سلف درایوینگ کارا، مثلا دپس خیلی کانسپت مهمیه. مثلا خیلی هم میگن آقا تو بعد مثلا این عمق چیزو مثلا فاصله رو بتونی مثلا تشخیص بدی. این همون رادار و لایدار و ایناست، درسته؟ آره مثلا یه اسلاید من اینجا دارم. آره مثلا این حالا بعضیا میگن ریدار بذاریم، بعضیا میگن لایدار بذاریم، و مثلا تسلا مثلا میگه اصلا آقا بیایم همین مثل آدم که لایدار و ریدار رو سرش نداره. اگر که ما میتونیم فقط با کامراست، درسته؟ آره فکر کنم انویدیا و تسلا با کامرا، یعنی فقط میگن همین تصویر دو بعدی رو با چند تا کامرا سنس کنیم، یه خلاصه میتونیم یاد بگیریم از اون عمق. این آرگومنت هم یه چیز خیلی جالبیه که اینو خیلی ممنونم ایلان ماسک در این قضیه خیلی ریلیجیس بود که فقط با کامرا کافیه، چون آدم هم فقط با چشش کار میکنه، بیسیکلی آدم رادار نداره. بعد بعضیا میگن خب شور آدم نداره ولی ماشین اگه میتونه داشته باشه. مثلا من ماشین کروز رو دیدم، یه چیزی که حالا نمیدونم این مرتبطه با این یا نه، دیدم سر پیچا خیلی سریع میپیچه. آره آدم باش خیلی سخته چون آدم اون طرف دیوار نمیدونه چه اتفاقی، ولی این انگار یه جوری میدونه از قبل. نمیدونم حالا به خاطر اینه که تصمیم گیریش سریع‌تره یا اینکه مثلا اون راداره میبینه اون پشت. آره تو مثلا میری اون وسطا وای میستی، بعد اگه از اون ور ماشین نیومد بعد میپیچی، ولی مثلا ماشینه مثلا منم یه مثلا امتحان کردم مثلا آره یه ذره میپیشه، یعنی مثلا خیلی احساس میکنی که یکم میترسی وقتی که این کارو میکنه. مثلا وقتی ماشین از دور سوارشون شدی تو؟ من سوار نشدم. آره من از دور همینجوری سر کوچه نگاه می‌کردم، من اون رفتارش عجیب ترین قسمتشه، یعنی قشنگ میفهمم این راننده نداره، این ماشین سلف درایوینگ یهویی میپیچه تو کوچه. آره بدون اینکه صبر کنه اون وسط. آره خب پس این اینترفیس بعد اصلا کلا رفتی تو اپل و خب اصلا اپل چه جایی بود با اون چیزی که از بیرون فکر می‌کردی با چیز درون جدای از کار تکنیکاله؟ آره ببین آدم اتفاقا خیلی خوبه، میگن این یه جا بمونی هم خوبه ولی جا به جا بشی یه چیزایی یاد میگیری. وقتی توی سیستمی خودت
همه چی میشه سابجکتیو و از تو اون نگاه میکنی. ولی الان که مثلا من اومدم از اپل مثلا بیرون و یه دو جا دیگه هم رفتم، به نظرم اپل برای مثلا به عنوان یه هاردور کامپنی واقعا جای خیلی خوبیه. یعنی که میدونی خیلی از این اپلیکیشن ها، اولا که من حالا یه اسلاید دیگه هم داشتم، مثلا این خیلی مهمه، اپل مثلا میاد end to end یه سیستم اپتیمایز میکنه. یعنی مثلا از سنسینگش، از مثلا نمیدونم کامپرشنش، از اون مثلا خلاصه کامپیوتش، اینا همه رو خودش انجام میده. سافتورش، نمیدونم فرمورش، هاردورش، اینا همه مال خودشه. برای همین خیلی اپتیمایزه. ببین مثلا من دفعه پیش یه خانم بهاره از انویدیا آوردیم مسابقه قبلی ما. الان تو که اپل و فیسبوک بدی، بعد خب اپل برای کسایی که نمیدونم بزرگترین کمپانی دنیاست از نظر چه رونیو، فکر کنم از نظر رونیو شماره یک اون آرامکو عربستان که اون بیسیکلی نفت یه دنیا رو دارن، اون چه کمپانی حساب نمیشه. از نظر مارکت کپ و اینا الان اول از همه بزرگتر اپل. سوال من که اونجا که رفتی از داخل چی میدیدی که مثلا گفتی آجا اینا یه چیزایی رو خیلی بهتر از همه انجام میدن، یا یه چیزایی که پایه‌های خیلی درست نهاده شده؟ آره ببین دو تا قسم، دو جور شرکت. من الان فیسبوک رو دیدم، مثلا اپل رو چیزام دیدم، اسپیس ایکس هم دیدم. اینا دو تا کالچر داریم. من باز دوباره حالا دیسکلیمر، اینا که من بودم و من دیدم و سابجکتیو منه، باز نگم جنرالایز نکنم حرفمو، چیزایی که من دیدم از نگاه خودم. ببین مثلا یه شرکت‌های ورتیکال بهش میگن، مثل اپل، تسلا مثلا، یا مثلا حتی اسپیس ایکس هم تا حد این شکلیه. یکی هم شرکت‌های مثلا هوریزونتال هم بیشتر، مثل فکر کنم گوگل و فیسبوک اینجوری بود کاملا. گوگل هم فکر کنم همینطوریه. حالا شرکت‌های دیگه هم قطعا هستن، نتفلیکس هم فکر کنم مثلا این شکلیه. شرکت‌های ورتیکال یعنی اینکه مثلا یه سری آدم ویژنری اون بالا هستن، معمولا هم واقعا آدمای خیلی قوی هستن. یعنی مثلا ویژنشون واقعا پروف شده و مثلا چندین بار خودشون اثبات کردن. اینا مثلا میان خیلی پروداکت منیجرای خیلی عجیب غریبی هستن، مثلا میبینن که آقا مثلا کاستمر مثلا قطعا این محصول رو میتونه، یعنی روانشناسای خوبن، کاستمر شناسای خوبن، یعنی آقا آره ویژن دارن و میفهمن که آقا این محصول رو قطعا استفاده خواهد کرد این چیز. اپل مثلا خب این شکلیه سیستمش، مثلا یعنی یه ویژنی از اون بالا میاد و خیلی هم مثلا منیجراش هم پیپل منیجر نیستن. یعنی مثلا یه سری آدم مثلا ناکرده باشی، مثلا تو فیسبوک مثلا من منیجرم پیپل منیجر بود. یعنی که چی؟ یعنی یه آدمی بود که مثلا میگفت مثلا آقا حالت خوبه، چیزی کم و کس نداری، مثلا قرار نبود من که انگار هر تیمی یه دونه منیجر که پیپل منیجر، یه دونه هم تکلی، اینجوری نبودش؟ نه اپل منیجرها همه تکنیکال منیجر بودن. آیسی، یعنی آره. لیدینگ تیم دست اون بود، لیدینگ تکنیکال تیم. آره تکنیکال لید و منیجر اسمشون بود، مثلا بیشتری ها تکنیکال لید و منیجر، اونایی که منیجر بودن. بعد اینا خب مثلا اینجوری هم بود که مثلا فکر کنم فرهنگ رو خود استیو جابز ست کرده بود، تکنیکال ترین آدمای هر تیمی میشدن منیجر اون تیم. یعنی بالا هر کی مثلا میدونی مثلا خیلی الزاما منیجر مثلا ممکنه خفنی نباشه ولی خیلی تکنیکال بود اون منیجره. ولی خلاصه این بود. یعنی بعضیا بودن که مثلا فایر بک، مثلا خیلی مثلا آدمای نردتور بودن، مثلا بعضیا مثلا دوست نداشتن مثلا یه 6 ماه منیجر میشون نیستم آقا من مثلا یا منو بکنیم برگردونیم تکنیکال یا اینکه میرم مثلا این شکلی هم زیاد داشت. میگفتن آیس، ولی آیسی هم داشتن دیگه، درسته؟ یعنی آره. ولی غیر از این دیگه چیا میدیدی که مثلا اساس میگردی کالچره یه چیزایی؟ حالا تو سه تا کمپانی که گفتی هر سه تاش خب خیلی سه تا چیز خیلی موفقن دیگه، یعنی هر سه تا تاپ 10 دنیا، ولی تو مقایسه با جاهای دیگه چیا میدیدی مثلا تو اپل که گفتی آجا اینا رو یک سری کارا اینا خیلی خوب انجام میدن؟ خیلی مثل میاد چرخدنده واقعا کار میکرد. خب این همون ورتیکال که بهت میگم، یعنی که از بالا به پایین بود دیگه. یعنی یه ویژنری بود، یه پروداکت منیجر بود، بعد اینا میومدن با این چیزا کار میکردن، با این کی اسمش، با این مثلا تکنیکال لیدا که خیلی آدمای اونا هم مثلا قویان، اینا پروداکت تعریف میکردن. بعد یه پروداکت تعریف شد، بعد این کار شکوندن این کار که چجوری بشکنیم از یه لایه بره لایه بعدی، باز از اون لایه باز بشکنه کار بره لایه بعدی تا برسه اون پایین.
و این کار تقسیم بشه و باز موقع دلیور کردن این لایه پایینیه مثلا سر ددلاین میده به بالایی، باز دوباره مثلا اون یکی به بعدی. این خیلی قشنگ بود، یعنی تو واقعا مثل ساعت کار می‌کردیم قسمت قضیه که مثلا اون ویژن میومد تون مثلا بریک داون میشد، کار تقسیم میشد میومد پایین. و یه نکته هم که داشت به خاطر همون سیکرسی اپل، مثلا هر لایه‌ای که میومد پایین یه مقدار اینفورمیشن هم هست میشد، یعنی اون نایی که اون پایینه تقریبا نمیدونستن در برای چه محصولی دیزاین میکنن. خیلی اینجوری بودن. این خیلی فرق بزرگی بین فیسبوک و اپل. درسته تو فیسبوک همه چی رو میدیدن. آره تو فیسبوک اوپن بود، حتی تو فکر کنم حتی تو اسپیس ایکس هم خیلی اوپن قضیه، یعنی اینجوری نیستش که همه دیتا فیلتر بشه. حتی تو اپل فکر کنم اینجوری که تو اتاق تو حتی طبقه بقیه هم نمیتونین ببین، درسته؟ قسمتی که بهتون مربوط نیست تو ساختمون نمیتونید، درسته؟ آره تو ساختمانات بجت نمیکنه که تو هر ساختمون وارد بشی، با اینکه همون شرکته تو خیلی وارد نمیتونی بشی. هر جای بیلدینگ میتونست، هر جا می‌خواستی بری مثلا رو میز زاکربرگ بشینی میتونستی بری. حالا فکر کنم یه سری جای سکیوریتی نمیدونم دیتا فلان اطمینان هست، ولی pretty much هر جا میتونستی بری. گوگل هم همینجور، گوگل حتی آدمایی که از بیرون میان هم میتونن برن خیلی، یعنی گوگل و فیسبوک. آره گستم مثلا یعنی مهمونم اگه بیاد اونم خیلی محدودیتی نداره. آره خلاصه به نظر من این قسمت اپل خیلی امیزینگ بود که یعنی مثلا این تایملاینه و این کار رو بریک داون کردنه خیلی قشنگ انجام میشد که یعنی مثلا بعدم موقع دلیور کردن هر لیری مثلا سر اون تایملاین تموم میکرد، لیر بعدی اینتگریتش میکرد. اون مثلا مثلا تو چیپو میزدی یکی لیر بالاتر بود که این چیپو میذاشت مثلا روی این بوردا و مثلا لیر بعدی مثلا این کارو میکرد. این همینطوری تون چقدر این بحث به قول معروف چماق و هویج این دوتا چقدر بود؟ مثلا یه سری مثلا گوگل میگن اصلا کلا، حالا همیشه یه مقدار اگزاجریت میگن کلا چماقی نیست تو سیستم، همش بر اساس اینه که حالا حداقل گوگلی که بود زمان فاوندر الان که خب خیلی همش بر اساس اینه که آدما رو مثلا چیز کنی، امپاور کنی که برن یه کاری انجام بدن. آره فیسبوک هم فشاری نبود که مثلا فایر میشی یا فلان اینا. آره ببین خیلی اپل خیلی چیز بود. اپل اینجوری بود که مثلا آدمایی که دلیور میکردن و مثلا واقعا فیل نمیکرد کارشون، اینا خیلی تون پروموت میشدن. مثلا میذاشتن مثلا از یه لول به لول بالاتر، منیجر بالاتر، دایرکتور بشن، سینیور دایرکتور بشن و برن بالاتر. این تو اپل خیلی تون مثلا 3-4 سال آدمایی که واقعا لایق بودن خیلی تون میرفتن بالا و مثلا تعداد آدمایی هم که زیرشونه مهم نبود، مثلا که مثلا یارو مثلا حتما باید 200 نفر بشه که مثلا بشه دایرکتور. نه مثلا من منیجر خودم که دایرکتور بود مثلا شاید مثلا 30 نفر زیرش مثلا ریپورت می‌کردن. بعد ولی مثلا یه بار اگه فیل می‌کردی خیلی سریع میرفتی پایین. یعنی مثلا یه بار مثلا تو یه پروداکتی قرار بود دلیور بشه، مثلا تو یه سوتی میدادی، این میدادن میرفتی لول بعدی زیری بری، مثلا یعنی تو مثلا هم لول این آقا بودی مثلا میرفتی بهش ریپورت میکردی. یعنی لول داون هم داشتین؟ لول داونه که مثلا داون از نظر منیجری، مثلا تو اون منیجر بالاتر ریپورت نمیکردی دیگه، همین لولت همون میموند. مثلا فرض کن مثلا آی سی بودی یا مثلا منیجر 2 بودی یا منیجر 1 بودی، همون میموندی، ولی میرفتی به منیجر مثلا هم لول خودت مثلا که دلیور کرده بود ریپورت میکردی. چقدر این دقت و مثلا این که مثلا این پروداکت در نهایت اینقدر باید تمیز در بیاد با دیتیلات، چقدر توی همه جای کمپانی اینو میدیدین؟ آره این خیلی زیاد بود. این مثلا واقعا تا مثلا حالا حداقل میگم باز سابجکتیوه، من توی تیمی بودم، تیم ما واقعا تیم قوی بود. یه آقای ایرانی هم هستش خیلی آدم تواناییه، من خودم واقعا یکی از هایلایت های کریرم کار کردن با ایشون بود. ببین تعریف کردی ازش، اسمش رو میخوای بگو خوشحال شه. آره دیگه حالا آره آدم خیلی قوی و خوبی بود. خلاصه ولی خیلی مثلا چیزم بود، تون هم رفت بالا. مثلا من که رفتم سینیور منیجر بود، دایرکتور، الان سینیور دایرکتور 4 سالی هم میشه، 2 سالی هم میشه وی پی احتمالاً. بعد مثلا این خب واقعا وسواس داشت، مثلا این
ما مثلا هر یک کاری که می‌خواستیم بکنیم، مثلا شاید مثلا توی فیسبوک مثلا دیزاین ریویویی که مثلا داشتیم، شاید مثلا یک کاری انجام داده بودی، حتی الان که توی اسپیس ایکس هستیم مثلا یک کاری که انجام میدادیم مثلا یه 2 ساعت، مثلا 3 ساعت، 4 ساعت نهایتا اون رو ریویو می‌کنیم و مثلا یه سری مثلا اکشن آیتم یا علی دیگه مثلا میرید برای خود. ولی مثلا این با ما مثلا میشستیم باهاش مثلا یه قسمت قضیه مثلا شاید مثلا 10 تا 2 ساعت پشت سر هم میرفتیم، باز میگفت برو اینو مثلا اینجوریش کن بعد بیا، مثلا برو اینجوری کن. یعنی آدمای حالا من نم همه گروه ها رو باز چون من نبودم نمیتونم نظر کلی بدم، ولی آدمی که پیشرفت کرد و جلو رفت یه همچین آدمی بود. خب بعد حالا یه ذره زومات، بعد فیسبوک چقدر چند وقت اپل بودی؟ 3-4 سال بود. اپل 5 سال بودم. آره 5 سال اپل بودی. از انجینیر لول چی شروع کردی رسیدی به 3 بودم 4 بودم دیگه، نزدیکای مثلا 3 و 4 مثلا اپل مثل یه لول پایینتر از گوورننت فیسبوک و گوگل. 3 میشه مثلا 4 چیز، مثلا 4 میشه 5 چیز. آره یعنی میشه سینیر مثلا انجینیر، بعد آخرش تکنیتور بودی آخرش، درسته؟ آره سینیور بودم اون موقع. اوکی. آخرای سینیور بودم، داشتم استاف میشدم تو اپل مثلا نزدیک استاف بودم وقت داشتم میومدم، یعنی یه سالی وای میسادم احتمالاً استاف میشدم. بعد رفتی فیسبوک. آره بعد رفتم فیسبوک خیلی متفاوت بود دیگه، کلا گوشت و خونش اصطلاحاً هاردوری نبود، شرکت سافتوری بود که اومده بود تو خط و تو فیسبوک تو تیم که مرتبط به همین آکیولس میشه کار می‌کرد، درسته؟ آره به خصوص چون ما حالا چیپ دیزاین بودیم، حالا آکیولس اونقدر شاید چیپ دیزاین براش مهم نیست. ببین چیپ دیزاین وقتی مهم میشه که تو یه همچین این هنوز اسلاید من می‌بینیم، تو یه همچین چیزی بخوای مثلا بسازی. آره مثلا تو این هدست رو که بخوای بسازی که مثلا بخواد مثلا ساعت‌ها باش راه بری، مثلا نمیدونم این خیلی کاستم سیلیکون لازم داره. کاستم سیلیکون یعنی مثلا اینکه مثلا یه کارهای خیلی خاصی مثلا بعد انجام بده، نمیدونم چش تو مثلا بتونه ترک کنه، مثلا نمیدونم دست تو بتونه ترک کنه، این کارهای مثلا خیلی کاستم بعد انجام بده. میدونی مثلا شنیدی این اصطلاح اکسلراتور، دومین اسپسیفیک اکسلراتور؟ آره یعنی با جی پی یو یا چیپی که فقط آره ببین جی پی یو کاری که میکنه اینه که جی پی یو کمی جنرال پرپسه. خب یعنی این مثلا تو میتونی بهش بگی این برای کسایی که هیچی کلا از داستان میخبرن، این آکیولس دیوایس کلاه هدست AR VR فیسبوک که یکی از اولیان بود تو این زمینه. بعد الان خب اپل امسال داد و سال هم هست که داروش کار میشه. این زمان خودش خیلی جلوتر، الان هم همچنان یکی از رقیبای اصلیه که تو رفتی تو این تیم کار می‌کنی. آره ما رفتیم تو فیسبوک تو همین کار حالا آگمنتد ریالیتی و ویرچوال ریالیتی و این داستانا، و تو تیم حالا سیلیکونش بودیم همچنان. تو تیم سیلیکونش بودم من و اونجا اینجوری بود که حالا اپل خب 0 تا 100 سیلیکونش رو میزد دیگه. یه بار دیگه که میگی سنسوره یا پروسسوره؟ ببین من تو قسمت سنسینگش بودم، به خصوص دپ سنسینگ. اگه که این اسلایدی که الان من دارم نشون میدم و اگه نشون بدی تو بیاری بالا، ببین چون ما قراره که تو این دنیای مجازی و دنیای حالا میگن آگمنتد، دنیای حقیقیه که یه سری شیء مجازی میاد روش مثلا سوار میشه، مثل این آقایی که اسمش چیه، قراره که اینو مثلا تو بتونی بذاری تو دنیای تو دنیای مثلا حقیقی، از طریق اون عینکه اتفاق میفته. و داستانش اینه که خب این دپ سنسینگ خیلی مهمه اینجا دیگه. مثلا مثل ماشین نیستش که تو بگی من با 2 بعدی هم میتونم مثلا اون از تصادف پیشگیری کنم. اینجا تو مثلا باید واقعا بدونی که این مثلا اگه که پشت اون مثلا این آقا اگه پشت اون جعبه قرار بگیره، مثلا باید یه قسمتایی از صورتش دیده نشه، اگه جلوش باشه باید همش دیده بشه. این خیلی مثلا مسئله سختیه به نسبت، برای همین تو باز حتما نیاز داری به یه مثلا دپ سنسور که حالا انواع مختلف داره.
آره من روی این قسمت قضیه کار میکردم. بیسیکلی کارت این بوده که بفهمی که این آبجکت ها نسبت به هم چه پوزیشنی دارن و خیلی هم باید با دیتیل اینو میفهمید، چون مثلا اگه این دیتیلاش خوب نباشه اصلا اون تصویری که دیده میشه فیزیکش به نظر اصلا میک سنس نمیکنه. مثلا سایه یکی افتاده روی یکی که مثلا پشت یه دور یه چیزی میچرخی و از اینجا اشتباهی صد خیلی دقیق مهمه. دقیقاً یعنی که تو باید بتونی تشخیص بدی که آقا نسبت به اشیاء تو اتاق کجایی، کجاش ویزیبله، کجاش پشت قضیه میفته قابل دیدن نیست. این خب مسئله سختیه و مثلا حالا دیگه خیلی تکنیکال دیتیل نمیخوام بدم، ولی معمولا روش خیلی مثلا متداولش روش تایم آف فلایت، یعنی زمان مسافرت، زمان سفر، هم چیزی که یه لیزری میتابونن روی صحنه اون منظره‌ای که جلوشه، بعد این لیزر میخوره به اجسام برمیگرده روی سنسوری دوباره، بعد این سنسوره مثلا بر اساس زمانی که طول کشید تو این سفر کنی اینو بری برگردی میتونی بگی که آقا دپس ما مثلا چقدر بوده. بعد چند تا دیتا رو مثلا رجیستر میکنین در ثانیه، چند تا رو ابزرو میکنین، چند تا آبجکت رو در اطرافش مثلا این عدد. این ببین تو مثل تصویر مثلا هم مثل دوربین 2 بعدی میای یه تصویر 3 بعدی از اتاق میسازی. آره آفرین، هیت مپ دقیقاً. یه هیت مپ که یه جاهایی که مثلا عمقش بیشتره فرض کن تیره تره، اون جایی که عمقش کمتره روشن تره، یه چیزی بین مثلا چیز. بعد این هیت مپ رو میدی به یه مثلا حالا املی یا یه مثلا چیزی که آنالیز میکنه یا سافتوری که این میاد آبجکت دیتکشن میکنه، بعد یعنی آبجکت ها رو اون شما دیتکت نمیکنی. آره درست. یه چیزی یاد گرفتیم ما. خب آره و باز دوباره این خودش خیلی بگو. من کلا نمیدونم که مردم، بعد اینم چون لایو نیست نمیتونیم چیز، نمیدونم که من فکر کنم بیشتر آدما کلیت بهشون جالبه، یعنی میتونیم کلیات رو بریم بعد حالا اگه جزئیات جالب بود یه بار دیگه اونم، ولی اینم خیلی برای من جالبه کلا این بحثه. بعد اینا رو تو داشتی توی آکیولس این سنسورا رو میساختی، ولی دوباره گفتی که اون چیپ انگار کامپیوت و اونو اسیوم میکنم که همه از انویدیا میگیرن، درسته؟ کامپیوتر ببین دو قسمت داره. خب انویدیا مثلا یه جورایی تو کار سروره، خب یعنی مثلا تو یه کاری مثلا یک تسکای خیلی سنگینی و میخوای بفرستی یه سروری انجام بده. باز من دو تا داستان داره، بذار من یه اسلاید دیگه بعد بیارم با همون داستان چون مرتبطه. به اصطلاح چیپ‌های کامپیوتر روی اج و رو دیوایس رو هم بازارش بیشتر دست انویدیا است، درست نمیگم؟ یا پخشه؟ مطمئن نیستم. فکر کنم اینا چون خیلی کاستمه، مثلا این مثلا فرض کن که میگم برای یه نفر فقط میخواد که مثلا چششو مثلا ترک کنه، خب این خیلی باید مثلا برای اون مدل فقط برای یه کار خیلی خاصی آپتیمایز شده، فقط مثلا مردمه که چشتو مثلا تشخیص بده، یا مثلا میخواید مثلا دستتو ترک کنه، مثلا فقط بعد این جوینت های مثلا انگشتاتو مثلا دیتکت کنه. اینا خیلی کارهای خاصیه، برای همین اج خیلی بیشتر از این که رو خود دیوایس. هر کدوم یه چیپ جدا داره یا یه سری سنسور هم، ولی نه همش میره توی چیپ یا توی آره نه اینا آره یه مثلا اون چیپ بزرگ اپلو که نگاه کنی یه سی پی یو داره، یه جی پی یو داره، یه فلان، ولی یه قسمت خیلی گنده‌ای داره که بیشتر بزرگتر از سی پی یو جی پی یو، بهش میگن دومین اسپسیفیک اکسلراتور. این هر کدومش یه کار خاصی رو انجام میده، یعنی مثلا میگن دومین اسپسیفیکه اینا همشون. آره چه آرکیتکچر یکم عجیبی، یعنی اون کامپیوترش اون همه فرق میکنن با هم. ببین مدله، ببین باز دوباره یه داستان داریم. خب اینا داستانش اینه که مثل ایسیکان آره ایزیکه دقیقاً. یه چالش اینه که تو یه سری مدل داری، این مدل ها مثلا هر کدومش هزاران میگم بیلیون ها یا تریلیون مثلا پارامتر داره. این پارامترها میاد توی یه دونه مموری حافظه‌ای مثلا چیز میشه، تو حافظه‌ای ذخیره شده دیگه. تو بعد هی بری از اون حافظه این ویتا رو بیاری، بعد اون عملیات مک ضرب و جمع در واقع دیگه ضرب و جمع رو انجام بدی توی اون کامپیوتر، باز دوباره برگردی بری تو مموری اینو رایتش کنی، باز بری سراغ بعدی. این تمام انرژی تلف میشه برای اینکه تو بری به اون مموری اکسس کنی، اینو بیاری ضرب کنی، دوباره بری تو مموری. یعنی این باتلنک تمام این AI هاردورها اینه.
کار خیلی اجه، یعنی باید تو کنارش نشسته باشی فقط سری برداری، یعنی اون iOS. بعد اینا اپتیمیزیشنش اینجوریه که تو مموری تو میای لایه میکنی، میگی آقا من یه مموری میذارم اون بیرون که خیلی گنده است، همه ویتا اون توه، بعد یه سری مثلا مموریای لوکال تر میذارم، باز یه مموریای تیکه تیکه تیکه. مثلا اگه باز بخوام یک شکل نشون بدم، این اسلایدر رو اگه نشون بدی، مثلا یه اون دیرم یه مموریه که بیرون نشسته، اگه داره نشون میده. آره الان آوردم. آره خلاصه یه مموری بیرونه، یه بافری اون وسطه، بعد اینا این پروسسینگ المنت ها که توش عملیات ضرب و جمع اینا انجام میشه، اینا هر کدومش خودش باز توش یه مموری داره. برای همین تو بر هر مدلت این هایرارکی رو باید خیلی اپتیمایزش کنی. اگه بخوای خیلی مثلا انرژی بیاد پایین، که برای مثلا میگم دست ترک کردن یه جوره، برای مثلا چشمو بخوای مثلا فالو کنی یه جوره، واسه هر کی مدل خودش. ولی باتل نک هم خلاصه اینه دیگه، همه میان اینو اپتیمایز میکنن تو اون اکسلراتور. پس الان تو فیسبوک این چیپا رو تو میگی که هر کدومش ممکن از یه جایی میاد. آره چیپا رو حالا من چون یه کمی نمیتونم خیلی چیز کنم، تا یه زمانی قرار بیشترش خودش بزنه دیگه. مثلا آره تو قرار بودش که این اکسلراتورها رو خودش بزنه برای خودش. آره حالا اون سنسینگ یه قسمتشه، اکسلراتور هم یه قسمتشه. آره همه چی رو ما نمیخوایم اینجا، به خاطر که بعضی از این چیزا مثلا چی میگن اطلاعات سنسیتیو کمپانی هست، ما نمیخوایم بگیم، ما چیزای پابلیک چه پابلیک صحبت میکنیم. بعضی‌هاش هم که من که اصلا کلا این چیزا حالیم نمیشه، در حد خیلی از دور میفهمم. علی خب خیلی تخصصه. خب پس فیسبوک اینو داشت درست میکرد و یه تیم خیلی بزرگی مثلا چند هزار نفر رو این کار میکنن، درسته میکردن. آره خود آکیولس و اون AR VR و ریالیتی لب که فکر کنم چند هزار نفرن، فقط تیم سیلیکونش 1000 نفر بود به تنهایی. 1000 نفر کار چیپ فقط میکردن؟ آره. فقط کار چیپ میکردن. آره. و این چیپ ها یه قسمت زیادیش سنسورا بودن؟ یه قسمتش سنسورا، گفتم باز سنسور و اون آنالوگ و اینا شاید مثلا 5 تا 10%، یعنی بیشترش اون اکسلراتورها و اینا اون قسمت اصلی برنامه است. یعنی و اینتگریشن اینا هم باز کلی داستانه دیگه. آره. اوکی، این از چیزو. بعد فیسبوک چند وقت بودی؟ فیسبوک نزدیک 2 سال فیسبوک بودم. آره اونجا هم این شکلی بود که آره یه خورده چیز شد دیگه. من فکر کنم بدترین تایم فیسبوک من عضو فیسبوک بودم، یعنی در حضیض یه جورایی در اوج رفتیم، در حضیض اومدیم بیرون. اینجوری بود که آره خیلی اینوسترها هپی نبودن دیگه، یعنی کسایی که چیزن میگفتن آقا شما دارین از این سیستم ادورتایزینگتون هم پول در میارین، چرا الکی میری این پولا رو اینجا میسوزونی، هیچ هم ازش در نمیاد آخرش. آره تصویر بزرگ این بود که فیسبوک خب اون بیزنس اصلیش ادورتایزینگ و اینستاگرام و فیسبوک و اینا بود که داره خیلی خوب سالهای داره کار میکنه. بعد زاکربرگ عاشق این آکیولس کلا و ویژنش اینه که قراره اون چیز بزرگه بشه و پولا همه رو داشت میریخت تو این. پولا رو هم با سرعت بسیار شدیدی داشتیم. نمیدونم عددش چقدر بود، 10 بیلیون دلار سالی، عدد خیلی بزرگی بود فکر کنم. آره کوارتری فکر کنم 4 بیلیون هم چیزی، یه چیزی بود 12 بیلیون در میاد که شما دارین پولا رو به فاک فنا میدین و آقا جان what the hell و برین سر بیزنس اصلیتون پول در بیارین. و چیزی که من کلا مخالفم، احساس میکنم در لانگ ترم اگه فیسبوک شانسی داشته باشه روی این خواهد بود، ولی خب وال استریت گفت لانگ ترم و مانگ ترم ولش کن، به خصوص اینکه شما تا حالا پروو نکردین که میتونین کار. همین حرف که تو میزنی که تا فیسبوک اصلا تا حالا هاردور موفق نداشته. آره این آکیولس هم اینا کنی اون وی آر هدست بالاخره یه کمپانی استابلیشتی بود که داشت همین پروداکت رو میداد، یعنی فیسبوک پروداکت جدید هنوز نداده. آکیولس که خود آکیولس میداد و خرید، داره همون رو ایمپرووش میکنه، هر سال یه مثلا ورژن بهترش رو میده. که دیروز هم فکر کنم آکیولس این کوست 3 رو داد بیرون دیگه اگه اشتباه نکنم. یعنی کلا چیز اینه که شما حق داری، کمپانی حق داره کارهای عجیب غریب بکنه به شرط اینکه قبلا نشون داده باشه تو کار شبیه میتونه موفق باشه و اینوستمنت هم ریزنبل باشه. مثل اپل خب نسبت به سایز خودش این چیز منطقیه، عددی که داره خرج میکنه رونیوش هم خیلی بیشتره. قبلا هم تو هاردور همیشه موفق بوده. یعنی فیسبوک به قول معروف میگن دونت برن
بد فارمن کل مزرعه رو نذار به یه چیزی که معلوم نیستش که حالا چی قراره بشه. آره مثلا دقیقا فیسبوک یه مشکلی که داشت همین داستانه که حالا داستان ورتیکالو که گفتم برات که خیلی خوب کار میکنه برای شرکت‌های هاردوری. حالا برگردیم سر این کمپانی‌ها، خیلی ورتیکال بود و مثلا اپل این خیلی خوب کار میکرد، یعنی اینکه این ددلاین‌ها ست میشد، کار بریک داون میشد. فیسبوک خب مدلش یه جوری میگم هوریزونتال دیگه، به نظرم هم برای سافت‌ور خیلی خوب براش کار کرده. یعنی مثلا خیلی به انجینیراش مثلا چیز میده، اختیار میده. اصلا یکی از پیاماش هم این بود که آقا move fast break things، یعنی که آقا تون تون برین یه کاری بکنین، حالا اگرم خوب نشد اشکال نداره، یعنی that's okay. ولی ایرادی که داره این روش برای هاردور خیلی کاستلیه. یعنی تو نمیتونی مثلا بری مثلا سیلیکون مثلا تولید کردن و مثلا ساختن و دیزاین و فلان ناش مثلا یه چند صد مثلا میلیون دلار مثلا یا بیلیون دلار هم اونا مثلا تو یه دونه آیفون بدی یه گوشش نمیدونم خراب باشه در بیاد تموم شده، کمپانی تموم شده، همچین چیزی نیستش. نمیخره. بعد دیگه اصلا رپیوتیشنت خراب بشه میگن آقا مثلا نخریم، این جنس مثلا بنجله، مثلا همون اپل رو میگن یکم بیشتر. اگه اپل قرار بود با اون مدل فیسبوک و گوگل کار کنه هر سال ورشکست میشد. خیلی فرق میکنه سافت‌ور. آره خلاصه برای همین بعد این خب میگم خیلی تون ایده های مختلف و فیسبوک امتحان میکنه تو سافت‌ور. به نظرم حالا تو خودت سافت‌وری بودی، فیسبوک بودی، شاید بهتر از من بتونی کامنت بدی، ولی این ایده ها خب مثلا از هر 100 تا ایده یکیش هم کار کنه، یهو مثلا میبینی که یوزر انگیجمنت مثلا 10% رفت بالا، یهو مثلا این برای کمپانی مثلا میشه چندین بیلیون دلار مثلا رونیو اضافه. ولی برای هاردور این روش خیلی کار نمیکنه به نظرم. بعد اصلا از اون بالا همون چیزی که جدای از این بحث حالا دقت و اینا، بحث این کوهیسیو دیزاینه خب خیلی منتالیتی استیو جابزی بود دیگه، که من از بالا همون حرف که خود زدی یه ویژن خیلی خفن دارم، من از بالا به عنوان رهبر معظم این ویژن رو دارم، بعد این زیر مثل رهبر نیمه معظم مثلا که اونا بعد زیر اونا کم رهبر مثلا نامعظمه و از اون بالا تقسیم میشن میاد پایین. فیسبوک دقیقاً برعکس بود دیگه، فیسبوک پخش بود از این پایین ای بی تستینگ، یعنی اون انجینیری که تازه 2 روز اومده شروع می‌کرد یه چیزو میبرد تو پروداکت و ای بی تستینگ اگه کار کرد کم کم بابل اپ می‌کرد میرفت بالا. این یعنی چیزی که خود استیو جابز هم مثلا خیلی این حرفو میگفتن که شما مثلا نمیتونید با ای بی تستینگ از اسب برسی به ماشین، چون باید یه کوهیسیو دیزاین تو ذهن کی باشه که این مسیر رو داشت. تو سافت‌ور و ایمیل و اینا یکم کار میکنه. حالا بگذاریم که البته اونجا به نظر من مثلا این چیزی که الان اینستاگرام امروز رسیده نتیجه همون نداشتن دید کوهیسیو، نداشتن دیدی که از اول به همه چی رو یه آدمی ویژن داشته باشه. ببینه پول داره در میاره ولی سافت‌ور یه چیز من نمیدونم چی الان امروز اینستاگرام بازمون 80 تا چیز مختلف توشه، هر کی هم یه کاری باش میکنه و آره ولی خلاصه خیلی مثلا میگم 2 تا مشکل داشت. یکم مثلا اولش که خب سخت بود دیگه، مثلا اولا تو اگرم ایده هم داشتی خوبم بودی، ایده‌ت هم خوب بود، سخت بود این ایده بره بالا. یعنی تو مثلا بعد منیجر تو راضی می‌کردی، منیجر اون گروه راضی می‌کرد، بعد اون یکی به مثلا انجینیرش راضی می‌کرد، اینا با هم کار کنید فلان کنید. اون خیلی طول می‌کشید پروسس. بعدم که مثلا چیز بود دیگه، یه خورده کیاتیک میشد. مثلا هر کی هم می‌خواست به جای اینکه همه روی پروژه‌ای متحد مثلا کار کنن و یه ویژن، هر کی ایده خودشو میداد. یکی میگفت مثلا ساعت بزنیم، یکی میگفت مثلا فلان بزنیم، یکی میگفت این بزنیم. اینم یه خورده‌ای باعث هرج و مرج قضیه میشد، یعنی یه خورده‌ای سردرد میگرفتی تو هاردور فیسبوک دیگه. دربازکن و گوشگو و اینا به اون اضافه کنیم. خب رفتی بعد اسپیس اکس که این تیکش اکچولی برای من از همه جالب تره. رفتی اسپیس اکس که یه کمپانیه که خب خیلی رپیوتیشن جالبی داره الان، که بیسیکلی میخواد ایلان ماسک بره مارس. اولا که چقدر با خود ایلان ماسک اصلا کار کردی یا چه اصلا حضورش راستش بخوای از وقتی من اومدم حالا من که در جایگاه نیستم که قضاوت کنم ولی غلط یا درست خودشو درگیر توییتر کرده خیلی. برای همین کلا هم حتی اسپیس اکس به خصوص قسمت 2 تا بیزینس الان استابلیش داره دیگه. یکی لانچ این ستلایت ها که بیشتر از حالا مثلا یا از گاورمنت پروژه میگیرن یا مثلا از شرکت های دیگه که میخوان ماهواره بفرستن هوا، مثلا اونا میان سواره مثلا این لانچ اینا میشن.
یه قسمت هم که این استارلینک قضیه است که تیمی که ما یعنی تیم ما یه خورده خیلی استابلیشد دیگه، یعنی مثلا دیگه مثلا ثابت کرده خودشو. این چند تا از این چند تا پرواز به استارلینک مثلا دست من خواهم یه چیزی تو ذهنم بیاد، چند تا پرواز میره به استارلینک در سال مثلا حدوداً؟ ببین تا الان هولوهوش 6000 تا ستلایت دارن اون بالا، تو هر پروازی هم تقریبا 20-25 تا از این ستلایت ها میفرستن و قراره که به 12000 برسه فکر کنم در عرض یه سال. حساب کتابشو بکن، من سخت الان حساب کتابش نکنم. یه دونه از اینا میره بالا 20 تا 30 تا پخش میکنه، شوت میکنه انگار، بعد اینا خودشونو تو اوربیت اینا آره خیلی چیزن کوچیکن، باز میشن و دیگه سولار دارن و خودشون انرژیشون از اونجا میگیرن و شروع میکنن آره تو هم لو ارث اوربیت شروع میکنن به چیز کردن. بعد اون فضاپیما هم برمیگرده زمین. آره اون تا یک فکر کنم 4-5 بار میتونه برگرده زمین، تا 4-5 بار میتونه یعنی ریوزبل بشه. بعد 4-5 بار میمیره دیگه، یعنی بس استهلاک. آره دیگه که اونم خودش خیلی حالا یعنی یه پنجم کردی هزینه‌تو دیگه، هر لانچ هزینه. ولی هدف اینه که اینو بکنه مثلا تعداد خیلی زیاد، مثلا 100 بار. آره واقعا اون کار امیزینگ، یعنی من خودم هر دفعه میبینم که این برمیگرده میشینه همونجوری که رفت بالا، واقعا یکم چیزه هر دفعهش جالبه هنوز. آره آره حالا با اون استارشیپ که اگه بتونن چیز کنم لانچ کنن، که استارشیپ حالا دفعه اول فیل کرد، فکر کنم لانچ بعدیش هولوهوش یه ماه دیگه است، با اون قراره که خیلی تعداد بیشتری بتونن هر دفعه ستلایت بفرستن. محدودیت چیه؟ سایزی که میتونه با خودش حمل کنه. آره یعنی وزن. آره وزن و حجم. آره ولی این چیزا میگه سایزش کوچیکه، درسته؟ چقدر مثلا چند کیلو حدوداً میتونن مثال آره ویکی‌پدیاییه. من ولی من هر چی نگاه می‌کنم اول بعد عدد معداش شده، چون اونجا یه چیز انجینیرینگ نسبت به قضیه میگیرم که داریم اینجوری چیزا. خب پس این مینا شوت میکنه، هدف اینه که تعداد بیشتر بشه. خودت اصلا استفاده کردی از استارلینک؟ از استارلینک من توی شرکت مثلا شده که اینترنتمون قطع بشه، مثلا استارلینک رو انیبل کنم، مثلا اینجوری شده. خیلی از آدمایی که حالا چیزن، خیلی از آدمایی که مثلا حالا پول دارن یا چی میگن، مثلا اونو همیشه میگیرن که اگر اینترنت زمانی وصل شد به عنوان بکاپ حداقل داشته، بعد همراه خودشون همه جا میبرن. آره حالا این داره خیلی مد میشه تو سیلیکون ولی. آره بعد آره بکاپ خوبیه. بعدم میگم حالا داره اپلیکیشن های جدیدی هم راستش بخوای روش سوار میشه. اونا اینجوری پابلیک نیوز فکر کنم دیگه، مثلا خیلی چیز نباشه که من نگم. یه مثلا سرویسیه به اسم دایرکت تو سل که این قراره مثلا الان فقط یه جورایی مثلا ستلایت اینترنتیه که تو برای خونت مثلا یه جورایی استفاده می‌کنی، برای سلفون نیستش. تو برای سلفون نمیتونی از این استفاده کنی. که حالا خب اگه که حالا مرحله بعدی اینه که میخوان اینو مثلا بیشتر لانچ کنن و با کریرها مثلا دیل داشته باشن که بتونن مثلا این کار که برای سلفون تو همیشه دیگه حداقل در حد تکست و کال و اینا، حالا دیتای پرسرعت هم نداشته باشی هر جا که میری. ولی اون دیوایس رو باید با خودت ببری، درسته؟ نه میتونه به خود مثلا فونت باشه. نه اونو نمیخواد ببری، به فونت مثلا میده سرویس، یعنی به کریر مثلا به AT&T تی موبایل نمیدونم فلان با اون. آره ولی فرض کن بری وسط یه صحرایی که به هیچی ربطی هیچی اونجا نیستش، اونجا تو دیگه موبایلت نمیتونه ریسیور باشه، درسته؟ چرا موبایلت همچنان ریسیوره؟ خب این که خیلی خفنه اگه همچین چیزی، یعنی تو همه جای دنیا همین موبایل با خودت راه میبری و اینترنت داری؟ اینترنت هنوز میام هدف اول اینه که خیلی کمتر، اسکیل کوچیک‌تر، در حد اینکه تو بتونی تکست بزنی، مثلا یه گیر افتادی مثلا فون کال داشته باشی. نه فکر کنم هنوز دیتا خیلی زوده که بخوام مثلا دنبالش بریم. الان اپل رو دیدی مثلا یه آپشن داره که SOS، مثلا یعنی اگه تو یه جای گیر بیفتی میتونی در حد این لوکیشن تو جی پی اس بدی. این مثلا یه 2 لول از این جلوتره دیگه. اون فقط مثلا میتونی لوکیشن تو بفرستی، مثلا تکست بدی فلان بدی زنگ بزنی. ولی رسیور تو الان که داشته باشی تقریبا همه جای دنیا آره. میتونی
چیز داشته باشی، درسته؟ آره اون رسیور رو دیگه الان اگه نخوای داشت، آره اونو که داشته باشی که همه جای دنیا، بیشتر جای دنیا حداقل میتونی داشته باشی. و ولی حالا این خوبیش اینه که دیگه اونم نمیخواد رسیور هم داشته باشی، و فون تو هم کافی همراه داشته باشی. خود ایلان ماسک الان یه کنفرانسی بود که تو هواپیماش داشت چیز میکرد و میگفتش که حالا هواپیما که الان خب خیلی هاشون اینترنت دارن، میگفتش که اینو من الان چیز شون دیگه به همه هواپیمایا به زودی فکر کنم یکی از بیزنس هاشون الان این خواهد بود که به همه هواپیمایا بدن و اینترنت پرسرعت هواپیما داشته باشه. برای کروزا، برای هواپیماها، برای خیلی از اینا اپلیکیشن زیادی تو دیگه نقاط کوری که کلا اپلیکیشنش جاهاییه که بیشتر مثلا خب میدونی اکسپنسیو تر هزینه‌اش دیگه. تو انگار که نسبت به یه مثلا فایبر اپتیک که مثلا کیبلیه که تو مثلا اینترنت این ور اون ور بری، خب این هزینه‌اش بیشتره دیگه. ولی مثلا برای جاهایی که بیشتر اون اویلیبل نیست این ساخته شده. برای اسپیس اکس هم همین کار سنسور رو می‌کنی؟ برای اسپیس اکس نه، برای اسپیس اکس ما همین ببین اون فرانت اندی که گفتیم که مثلا یه سیگنالی میاد، مثلا فرض کن که حالا اون سیگنال آنالوگی که میاد یه سیگنال مخابراتیه. اول اون سیگنال رو تو باید بگیری، مثلا بعد خلاصه 1000 یه بلا سرش میاری، حالا دیگه بعد میاری مثلا دیجیتالش میکنی، بعد باز آخر باز میره به اون حالا هر اتفاق قراره براش بیفته، باز میخوای ترانسمیت کنی، باز آخرش بعد بیای به یه ترانسمیتر دیگه. اون رسیور و ترانسمیتر رو ما دیزاین میکنیم. ما یه تیمیم که تو کار اون دیزاین ترانسیورینگ بیسیکلی. خب حالا اونم خیلی قسمتش دیجیتاله ها، فقط اون فرانت اندش آنالوگه. یعنی باز دوباره اسپیس اکس چه فرقی داشته با اینا، به خصوص که اینجا در حضور، حتی فیسبوک هم در حضور چیز بودی، در حضور به قول معروف فاوندر کمپانی و اینا، ولی جا خب یه فاوندر خیلی به قول معروف چیتر، خیلی ویژنری و کاریزماتیک و همه جو دیگه معرف حضور همه هست. و چیا تو این کمپانی به نظر جالب بوده، چیا خوب بد؟ ببین دوباره میگم یه چیزای مشترک با اپل داره، همونا که برای تکرار نکنم خودم، مثلا اون ویژنه هست، اون مثلا تارگته، و حالا یکم چون استارتاپ تره و مثلا به اون ددلایناش به جدی بودن اپل نیست، شاید یه خورده‌ای مثلا فلکسیبل تره، ولی این که باز از بالا به پایین میاد سیستم، باز ورتیکاله و خیلی ببین مثلا اپل میگم خیلی اپتیمیزیشن و تا اون مثلا قطره آخر قضیه اپتیمایز کنی مثلا بود. اینجا بیشتر هدف اینه که تو اون پروداکت جدید رو بدی. مثلا فکر اپل زمان استیو جابز شاید اینجوری بوده بیشتر، که تو میخوای محصولات جدیدی بدی، حالا بعد کم کم حالا میای کاستشو بعدن کم میکنی. محصول اصلی اینه که این سفینه بره هوا و با هزینه پایین برگرده زمین. و ببین میشن کامپانی خب اکوردینگ تو خود ایلان ماسک اینه که ما میخوام مالتی پلنتری مثلا اسپیشیز بشیم، یعنی ما مثلا بخوایم بتونیم بریم توی جای دیگه زندگی کنیم، تو پلنت‌های دیگه، به خصوص وقتی ریسورس‌های مثلا زمین تموم بشه، یعنی که اصلا تو تمام نشه، شاید یه سری ریسورس‌های جدید پیدا کنیم برام. و مثلا این استارلینک و اینا وسیله است، یعنی یه نوندونیه که مثلا به اون میشن بزرگتر مثلا قرار باشه برسن. آره خلاصه بیشتر اونه، یعنی این لانچ کردن و اینا آخرش قراره که ما بتونیم اونجا زندگی کنیم. هدف اصلی اینه. من دارم نگاه میکنم 12,000 تا، من فکر کنم خیلی تعداد امپلویش بیشتر از این حرفا باشه. 12,000 تا، از من فکر کنم مثلا 30,000 تا باشه اگه من آره خیلی تند داره بزرگ میشه راستش بخوای، یعنی که مثلا اون موقعی که مثلا همه داشتن لیاف میکردن، شاید اسپیس اکس تنها شرکتی مثلا جزو معدودایی بود که داشت همچنان بزرگ میشد. و خیلی هم اینوستورها اگریسیولی دارن بت میزنن، به خاطر که به قول معروف این داستان اینه که به قول معروف یه بیزنسیه که ممکنه خیلی 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 بزرگ باشه و انقدر موت اطرافش ایجاد شده، انقدر کامپتیتیو اج اسپیس اکس از بقیه جلوتره که تقریبا هیچکی نزدیکش نیست با فاصله خیلی زیادی. و اگر این بیزنس بگیره و اگه پول در بیاره، ممکنه
یکی از بزرگترین بیزنس‌های تاریخ دنیا بشه و هیچ هم خیلی باش فاصله زیاده. آره این هنوز خیلی فاصله، یعنی همه مثلا حتی ما رقیبامون حتی تو این استارلینک، خب خیلی مثلا ساتلایت کامیونیکیشن هم فقط اسپیس ایکس که نیستش، خیلی شرکت‌های دیگه هستن، مثلا حتی مثلا همین شرکتی به اسم مال آمازون، what is it the name، اسمش یادم رفتش، بلو اوریجین که خب خودش لانچ قرار بکنه که هنوز اونا موفق نشدن لانچ کنن، یعنی هنوز یه دونه ساتلایت هم فکر کنم لانچ موفق نداشتن. چیه کایپر همین ساتلایت همین این دقیقاً استارلینک رو داره، منتها لانچ نمیتونه بکنه دیگه، یعنی اصلا مشکلش اینه که اینا رو ساختن حالا که بفرسته بالا و بیاد ته صف احتمالاً وایسن نوبتشون بشه. یه زمان این جف بزوس و ایلان ماسک با هم کلکل میکردن، همینجوری بک اند فورس. از یه جا بعد توییتای ایلان ماسک رفت تو یه جایی که فکر کنم دیگه جف بزوس نمیخواست ادامه بده. آره راکت کی بزرگتره دیگه. از اونم بدتر رفت دیگه کامل زیر کمر و اینا، فکر کنم جف بزوس که باز هم با این دیگه ادامه بده. آره بزوس فکر کنم هم با بزوس هم با چیز هم با این با زاک هم خیلی شاکیه. با زاک خیلی اینا با هم خیلی بد بودن publicly، یعنی خیلی اصلا با هم خیلی بد بودن گویا از همون اوایل. زاکربرگ ولی همچنان مثلا آدم چیزیه، یعنی خیلی ریسپکتفول مثلا حرف میزنه. مثلا اون موقعی که رفت توییتر رو خریده بود، مثلا بچه‌ها مثلا تو این میتینگ‌های اوپن بود، فیسبوک راستی خیلی حرف نزدیم ولی خیلی اوپنه دیگه فیسبوک، مثلا میان مثلا ملت سوال جواب هر هفته هر ماه میکنن. این خوبیه فیسبوکه. بیل گیتس هم به بیل گیتس هم به 10 باری زده به این برنامه. بیل گیتس هم شورتش کرده، خب اون داستان داره. اونم آره اون کارم عجیبه کار بیل گیتس، ولی خب اینم پابلیکلی مثلا عکس اینو که زده که حامله شده اینا کلا. مثلا من تنها بیلیونره که واقعا به قول معروف از پولش استفاده می‌کنه یه طرف فان، یعنی خیلی کانسترن نشده با اون پوله. آره ایلان خیلی چیزه. بعد زندگیشو میکنه. آره خیلی براش مهم نیست به نظرم، یعنی اصلا هدفشون نیست. فکرم مهم اینه که خب مثلا اون پوله حالا مثلا 100 بیلیون یا 200 بیلیون میخواد که فانش هم داشته باشه دیگه، احساس کنه فانش از این راهه. آره به اضافه این که مثلا این متد هم دیده داشت کار میکنه، why not مثلا بذار ادامه بدیم. آره چقدر تو کمپانی اینو میبینی که مثلا حالا میشن این که مثلا چقدر تو انجینیران که این برشون مهمه اومدن اسپیس ایکس به خاطری که میخوان که بشر مثلا مولتی پلنتری، چی میشه به فارسی، چند سیاره‌ای. آره یه چیز دیگه من از اسپیس ایکس هم می‌خواستم بگم. ببین خیلی خوش کالچر، خوش و چیز جدیه نسبت به اون کمپانی، حتی از اپل هم جدی‌تر و خوش‌تره. آره خیلی پالیسی هم خیلی عجیب غریب، مثلا اپل مثلا خیلی میتینگ بود. تو آفیس میری الان درسته؟ آره ما 5 روز در هفته باید بریم آفیس، یعنی هر روز اصلا آفیس اینجوری که اینم که مقام چیز شوخی نداره با این قضیه، گفته که نه آره و خیلی چیزه، خیلی به این گیره که مثلا خیلی مثلا میتینگ مثلا ما خیلی کم داریم. خیلی مثلا تعداد میتینگ‌ها تقریبا بر مینیمم مثلا که واقعا واجب باشه. بعدم یه آدمایی که مثلا حرفم نمیزنن تو میتینگ پاشیم بریم بیرون. مثلا اون چقدر مثلا تو خودت روزی چند ساعت تو میتینگی؟ من مثلا ممکنه که 1 ساعت. آره خیلی. ما حتی آدمای خیلی حالا مثلا 2 ساعت، حالا مثلا دیگه زیادش باشه مثلا 1 ساعت و نیم، مثلا زیاد نیست. خیلی اعتقاد نداره اصلا به چیز. خیلی تلاش میکنم که ساعت‌های میتینگ رو کم کنم، ولی احساس میکنم مثلا 2 برای خودم که اصلا نمیتونم، خودم که حداقل مثلا مال خودم خیلی تلاش کنم کم باشه 5-6 ساعت، به خاطر که خب من با اینوستورها و اکسترنال خب تو با اکسترنال تو بعد شاید مثلا من مثلا وان آن وان و مثلا با منیجر مثلا من میتینگ داشته باشیم، مثلا نداریم. مثلا ما این دایرکتورم مثلا من تا از وقتی اومدم تا حالا غیر از این میدی ریویویی که مثلا با من داشت، با من تا حالا یه بارم میت نکرد. چه جالب. حالا این نمیدونم این سی او این شاپیفای رو نمیدونم، اونم خیلی آدم جالبی، بعد از این متدولوژی‌های منیجمنت و اینا بعد 2 سال پیش یه چیزی پابلش کرده، میگفت اولا که یه ای آی درست کردن که میتینگا رو مثلا اینکارج میکنه که مردم نرن میتینگا و اینا رو مثلا کمش کنه. بعد یه حرف خیلی جالب که سی او شون زد، میگفت اسلک چنل ها رو ما شروع کردیم یه
برنامه رندومی نوشتیم که استک چنل های مردم میره رندوملی پاک میکنه، کل چنل رو دیلیت میکنه، میگه اگه این واجب باشه دوباره که اینو درستش میکنه. خب چون بیشتر این چنل ها بعد یه مدت صرفا به خاطر که بوده هی داره نگه داشته، یکم یاد اونجا حرفی میزنه و فلان، فقط داره وقت. خیلی جالبه این. ولی میگه که مثلا به عنوان یکی اینه که خیلی کم میتینگا، یکی هم خیلی چیزه، خیلی هم بچه‌ها مثلا خیلی هم آدمایی هم که مثلا چیزن، آدما هم یکم نسبت حالا فیسبوک شرکت جوانگرایی خیلی، اینجا مثلا آدما به نسبت همه سینیورن، مثلا آدم جوان کمتر مثلا داریم، مثلا فرش اوت اف کالج و اینا مثلا یاد نداریم. فیسبوک خیلی بچه مثل مهد کودک بود کلا. آره من فکر کنم شاید باز دوباره شاید but it works برای سافر it works you need a lot of energy a lot of ideas بود. من چند بار دوستام آوردم فیسبوک میگفتم مثلا این چی، این مثلا بچه‌هاشون آوردن اینجا، خداشون کجا؟ نه همینا هم دیگه مثلا چی. آره نه اینجا ولی خیلی بچه‌ها مثلا میان آدما سینیور، خیلی هم ایرانی داریم واسه شو بخوای. یکی از آره خیلی ایرانی داریم از فیسبوک بیشتر. ما خب فیسبوک جمعیت خب ایمپلویاش خیلی بیشتره دیگه، 60,000 نفره ریشیو. آره به هر دلیل ایرانی‌ها تو این زمینه کاری همین RF کامیونیکیشن و اینا خیلی قوی ان هیستوریکلی، برای همین زیادن، از ایرانی‌ها زیاد. ایرانی‌ها تو ایران گفته بودن هر کی چیزا باید بره برق بخونه. That's the reason. برق الکترونیک هم بخونه حتما. آره به خاطر همین من خودم الکترونیکی مثلا حالا تو حالا دانشگاه اینا دیگه، ولی من خودم گفتم آدم سلف تاتی و سلف لرنینگ، یعنی اصلا خیلی دنبال، حالا غیر از اون من بیشتر سعی می‌کنم چیزای جانبی، مثلا من خودم مثلا AI مثلا خیلی یاد میگیرم، مثلا نمیدونم پروداکت منیجمنت، نمیدونم گیم تیوری، یک سری چیزای دیگه مثلا خیلی هم کاربردیه اینا مثلا برام، ولی پیش میاد که خیلی استفاده بشه این ور میزنی تو کار، مثلا یه کاری اتومات می‌کنی یا مثلا یه کاری که یه جوری دیگه می‌شده قبلا. ولی به هر دلیلی آره ایرانی‌ها به خصوص مثلا تا یک زمان مشخصی همه تو این قضیه بودن. خیلی استادای معروفی هم داریم، خیلی استادای مثلا شناخته شده ایرانی توی زمینه کامیونیکیشن سرکیتس، آیه رضوی هست، نمیدونم علی حاجی میری، مثلا همه هستن. خلاصه خیلی برای همین شاگردای بزرگی هم تربیت کردن، خیلی هاشون هستن الان تو این تیم ما. خیلی جالب. بعد ریشیو سافتور به هاردور چجوریه تو اسپیس ایکس؟ بیشتر سافتور با فاصله. جدی؟ ببین حداقل من بارم استارلینک میگم. استارلینک خب مثلا این a lot of complexity مثلا از سافتورش میاد دیگه. اون کل اسپیس ایکس که من چیزم اسامپشن می که کلا خب خیلی مکانیکال انجینیرینگ و چیزای غیر کامپیوتر هم زیاد داره، درسته؟ یعنی آره به خصوص اونا که اون قسمت تو هاتورن لس آنجلسه، ما تو این آفیس بیریه. باز من بعد همه چیزو وقتی میگم سابجکتیو میگم، همه کامنتایی که من دادم و از نگاه من ببینید، باز دوباره جنرالایز نکنید. ببین اینجایی که ما هستیم به خصوص مثلا شاید ریشیو مثلا 10:1 تو ماونتن ویو که ما هستیم همه سافتوری ان، برای اینکه سافتور و نتورک این قضیه خیلی پیچیده است. یعنی مثلا این ستلایت ها دارن میچرخن و تو میخوای مثلا، حالا خلاصه مثل استیشنری نیست دیگه، مسئله سختی، مسئله آسونی نیست، برای همین a lot of software is needed. بعد دوباره ولی هاردوری هم چرا دیگه، هاردور هم مثلا میگم این چیپ دیزاینش هست، باز دوباره یه گروه خیلی بزرگی تو سیاتل داریم که اینا مثلا خود اونا رو ستلایت هم میسازن. چرا نه I take it back a lot of people، ولی اینجا آفیس ما ماونتن ویو من یه کمی نباید بگم، ولی سافتور هم باز بیشترن، قطعا سافتورش پیچیده‌تر و بزرگتر. آیسی. بعد خب اینجا داشتی میگفتی که میتینگ کم و جنبه‌های انسانی کمپانی خیلی کمه. خیلی جالب. من چون فکر کردم اپل خیلی جای چیزی باشه. اپل جای خوشی هست ولی باز نسبت به اسپیس ایکس بهتر. اینترستینگ. حتی بازم نگاه کنم اپل at the end of the day خیلی پروداکت خیلی هیومن فیسینگه دیگه، یعنی نمیتونن دیگه حذف کنن. آره خود استیو جابز هم انسان بیشتر وسطی بوده تا
طرفه، یعنی definitely بیشتر سمت انسانی، حالا پروداکت و حتی خودش آرتیست هم میدونسته. خیلی جالب. بگو. نه استیو جابز آدم خاص خودش بوده دیگه، ولی نه اینجا من فکر کنم نبودم تو همه کاری که کردم. حالا من 4 تا جاب داشتم، خیلی تو این 4 تا این اسپریت یونیکه واقعا تو این قسمت قضیه و میتینگ خیلی تو د پوینت و خیلی تو د پوینت همه چی، خیلی مثلا آدمای مثلا کم حرف میزنن، همه آدما هم شکلی تو د پوینتن کاملا، یعنی خیلی بی اسش کمه. اون میشنه رو چقدر میبینی تو کمپانی که مثلا مردم میشن اورینتد و به خاطر اون هدف واقعا میان صحبت سر کار؟ آیا هست همچین چیزی؟ سخته. میگفتن که ما خیلی میشن اورینتدیم و نمیدونم فلان، و روز اول به ما گفتن که فلان، بعد ولی واقعا نبود. یعنی همه میدونن. اتفاقا یه بار نظرسنجی کردن، رأی همه این بود که ما دلیلی که این جابو گرفتیم این که پول از همه جا بیشتر میداده. آره فیسبوک یه جوری از همه بیشتر پول میده بکنم. نه حالا جدا از اینکه بیشتر میده یا نمیده، اینجوری بود که کالچر این بود که آره ما الان پروفشنال اون پول خوبم میگیریم و خیلی هم میشن پیشن. آره کانکتینگ پیپل و اینا. آخه یه جورایی میشنه خودش هم وایلیت شده آردی. مثلا تو نگاه کنی، مثلا شاید یه زمانی مثلا میشنه واقعا، مثلا تو فیسبوک مثلا من خودم واقعا کانکت میشدم مثلا با یه سری رفیقایی که قبلا گمشون کرده بودیم و اینا. الان به خصوص بعد از اینکه تیک تاک اومد، این به نظرم بعد فیسبوک همین ریلز و اینا رو شروع کرد، این دیگه حالا باز جنراتیو ای آیا من فکر کنم 100 درجه اینو بدترش میکنه. این واقعا کانکت نمیکنه. آدما میره بایاساشون رو پیدا میکنه، بعد از همون بایاسشون به خودشون هی کانتنت فید میکنه، بیشتر بایاستر و بدبخت‌تر. یعنی به نظر من اصلا حل شده. آره چیزه مثلا چون میگم این به خصوص جنراتیو ای بدبخت میکنه به نظر من. مثلا فیسبوک کسیه که دقیقاً میزنه این بلا رو سر مردم میاره. جنراتیو ای جامعه رو بیجاییم برای که جامعه هیچ ایده‌ای نداره، خیلی چنج بزرگی خواهد بود و اصلا بشریت به نظر من آمادگیشو نداره و قاطی خواهد کرد و من نمیخوام منفی کنم، ولی ببین به خصوص اولشون هیچ کس هم هیچ ایده‌ای نداره. من به نظرم این رگولیتور هم که هیچ حالیشون نمیشه که مثلا این قرار چی کار بکنه. این میاد میگم مثلا فرض همین فیسبوک رو میاد مثلا بایاس تک تک ما رو پیدا میکنه. مثلا بعد میاد به چیز میکنه و برات کانتنت درست میکنه با همون بایاسات. بعد تو میری اون تو، بعد واقعا یعنی آدما خیلی همه بایاستر و چیزتر میشیم دیگه. یعنی آدم به جای اینکه نوترال تر بشی و دی بایاس بشی، همه برای بایاستر میشی. اصلا خیلی این آخر این ماجرا خیلی چیزه، یعنی قشنگ یه و بنظرم 2-3 سال فاصله داریم تا بتونه این end to end ویدیو جنریت کنه. از اونجا بعد شروع میکنه به تو کانتنت نشون میده و دیگه کنترل مغز تو دستونه، هر چی میتونه هر 5 دقیقه شروع کنه ذهن تو. ما خیلی آدمای ساسپتیبلی هستیم. چیزی هست میتونه یه سکونسی بشینه که خلاصه تو بذار این بعد به خود بعد اون کاری که اون قرار بخواد انجام بدی آخرش دیگه. یعنی این سکونس هم میتونه بچینه تو رو به اون مسیری که میخواد کاملا. این ریسرچ راجع به این رابیت هولا هستش که مثلا میگه 10 تا ویدیو رو به این ترتیب اگه به آدم نشون بدیم، اکثرشون بعد اینکه 10 تا ببینن کامل نظراتش مثلا سیاسیشون نسبت به این موضوع کاملا عوض میشه. حالا تو حساب کن اینو وصلش کنی به چیزی که بعد جنریت کنه، دقیقاً بیاد بذاره تو اون نقطه مخت که حساسه، اونجا رو هی تحریک کنه و هی تو رو جابجا کنه. آره میتونه بعد بعد آخرش این طور میاد چیکار میکنه، میاد کانوینس میکنه که فقط از من جنس بخر دیگه، یعنی پول بده به من. و آره مثلا من دیروز که داشت مثلا همین چیزا رو معرفی میکرد، خب یه سری محصول جدیدم AI معرفی کرد فیسبوک دیگه. which was pretty مثلا AIش واقعا ایمپرسیو بود دیگه. هم مثلا پرسونالایز، مثلا ترینر پرسونالایز فلان. خب اینا ولی بیشتر میان چیز میکنن، بیشتر میان تو رو یاد میگیرن و هدفش یعنی برای رضا خدا این کار نمیکنه. هدف یه چیزیه که پس فردا آره از این قضیه استفاده کنه. ما مهمون داریم. به نظر شما چیه؟ آره ما الان میام. نه بیان صحبت کنیم. دخترت بگو بیاد. ببین
این خیلی بحث جالبی بود. ببین خیلی کلیت و راجع به ستا کمپانی من کلی چیز دیگه داشتم که اصلا بهش نرسیدیم. فکر تو هم راجع به دیتیلای تکنیکال داشتی. بچه‌ای که اینو نگاه میکنین رو یوتیوب بگین که چیا براتون جالب تر بود. کلا علی هم ما که با علی همدیگه رو میبینیم و صحبت میکنیم، حالا اینم یه به قول معروف بهانه یه با هم خیلی ما اصلا کلا میگم ما خیلی وقتا ما میگم از بچگی توی مکمل چند گلولای بازی می‌کردیم در حد شکستن پای هم دیگه مثلا جلو رفتیم و اینا. در مطمئنا لباس پاره کردیم دفنتلی بچه آره بازی می‌کردیم مثلا هدفش این بود که بزنیم لباس دیگر چیز خیلی بازیامون خشن بود. خلاصه بیشتر چیز بودیم، هیچ وقت راجع به این مسائل فنی صحبت نکرده بودیم و خیلی جالب. حالا بچه‌ای که گوش می‌کنین بگین چیا بعد اگه اون قسمت تکنیکالش هم جالبه، چون من که اصلا اون تیکا رو حالا نمیشه برام به عنوان یه مخاطب جالبه، اگه اونا جالبه بگین، اگه نه بحث‌های این کمپانی‌ها هر چی براتون هر تیکش که جالب تره بگین، باز ما میتونیم یه بار دیگه اگه علی هم فرصت داشت ادامه بدیم. چیزی خودت پیام آخر چیز من سوالی که آخر میپرسم از همه این که چیز غیر تکنولوژی، فیلم، کتاب، شعر، نمیدونم نصیحت، هر چی که مثلا جالبه، هر چی تو دنیا سیاسی اجتماعی، چی میگفتم؟ اوکی، من حالا نصیحت و اینا که خیلی پای منبر نمیخوام بریم. فیلمو گفتی، فیلم من خب فیلم زیاد میدیدم یه زمانی که جوان‌تر بودیم. فیلم کلاسیک که خب من پدرخوانده رو همیشه توصیه میکنم، دوباره هم میرم ببینمش اگه وقت کنم یه روز. فیلم یه کمی اینورتر الان میرم آره فیلم میتریکس رو ببین اگه وقت کردی، خیلی اتفاقا خوبه. این داستان ندیدم میتریکس، واقعا مثلا من یکی از جدیداً یک دو ماه پیش یه ما رو زور کرد تایتانیک رو ببینم، بعد از اونم نصفه اصلا نه اونو بعد بچه بودی میدیدی، الان دیگه در نمیخوره. آره دیدم من گفتم چیه این پسره ابله کشتی دارم میره 10 بار پاشو زد هم میگم چه کاریه میکنی تو، باز اون دختره هی میرفت آره نجات بده دیگه. این که از فیلم و کتابم، مثلا کتاب من یه اپی دارم به اسم بلینکیست، اگه شنیده باشی دیده باشی، کتاب خلاصه کتاب میگه، خلاصه کتاب خوبی هم میگه، مثلا این خیلی خوب خلاصه میکنه و چیز میکنه. آدیوس یا آره آدیوه، مثلا به جای اینکه تو یک کتاب مثلا همشو بخونی میتونی خلاصش از این بشنوی، حالا خیلی علاقه من بودی و برات چیز شدش میتونی بری کاملش هم مثلا حالا بعد گوش کنی. اسمش از بلینکیست. یه زمانی هم شد بهترین کمپانی آمریکا فکر کنم برای تو ورک فور، یکی دو سال پیش. یک بوکی من تازگی کتاب تازگی گوش کردم، کتاب بود اسمش No Self No Problem، این بود اسمش. No Self No Problem. اینو اگه حالا وقت کردین همتون برید. یعنی ضد ایگو و ایناست. آره ضد ایگو و ایناست و مثلا اینی که حالا دنبال همون هپینس و این داستانا، این خیلی خوب بود، من دوست داشتم. و اما نصیحت پایانی هم اگه حالا من چون میگم برای کریر و اینا بود، من خودم حالا آدم بی‌ادعایی ام و حالا گفتم میگم ستا از بهترین کمپانی کار کرد دیگه، یعنی فکر کنم از اصلا که این ستا آدم جاب بگیره خودش تا یه بار بعد بشیم بگیم که چجوری این کارو میکنه، اونم فکر کنم خیلی موضوع جالبی باشه برای خیلی‌ها. شور. من ولی میگم به نظرم خلاصه این برای یاد گرفتن و این کارا حالا حتما اون دانشگاه لازم نیست، خودتون میتونید خیلی راحت‌تر و بهتر و افیشنت‌تر یاد بگیرید. من به نظرم این قضیه AI کلا خیلی درای زیادی به ما باز کرده، یعنی نه تنها الان اون داره از ما یاد میگیره که حالا چجوری مثلا سعی می‌کنیم الان خیلی چیزا رو مثلا سعی می‌کنیم از مغز آدم یاد بگیریم، مثلا به AI مدل‌ها مثلا چیز کنیم، از اون ورم خیلی چیزا یاد میگیریم که مثلا حالا این نورال نت مثلا چجوری لیر بای لیر مثلا یاد میگیره. ما هم مثلا تقریبا یاد گرفتن اون همین شکلیه، یعنی شما باید برین یه لایه پایین اون یه سری مثلا نمیدونم ریاضی و آمار و فلان و فیزیک و اینا رو مثلا اگه داشته باشین و مثلا حالا پروداکت هم بگیم لایه 0 اون بالای بالاست، بعد خلاصه هی بعد میشه راحت خلاصه خیلی بعد اینجوری یاد بگیرید، هی بیان از لایه بالا شروع کنین کم کم. اول اون پایینی رو بعد بسازین، البته اگه اون بیس نباشه
من خودم مثلا یادم یک کلاس مثلا استاتیستیک مثلا رفتم از MIT گرفتم، مثلا اون خیلی کمک کرد. ولی خلاصه لازم نیستش که حتما دانشگاه فلان برید تا یاد بگیرید، میتونید خودتون مثلا با این همه کلاس‌های آنلاین، من میدونم تو ایران مثلا مکتب خونه هستش خیلی مثلا استفاده میکنن، اینجا هم که کورسرا و نمیدونم زیاده فکر کنم یودمی و اینا، خلاصه یوداسیتی و این داستانا، خلاصه میشه لیر بای لیر برین اینا رو یاد بگیریم. مثلا من میگم از پروداکت شروع کنید، همیشه هی بیاین پایین. مثلا فرض کن مثلا من خودم میخواستم اول که سرکت بلد بودم، ولی مثلا بعد مثلا دیدم که خب حالا مثلا من سرکت بلدم، بعد کامیونیکیشن یاد بگیرم، مثلا لایه بالاتر اون کامیونیکیشن بود. مثلا کامیونیکیشن اگه استاتیستیک بلد باشی مثلا میتونی کامیونیکیشن یاد بگیری. باز دوباره مثلا میتونی مثلا اینفورمیشن تیوری بالای اون مثلا یه لایه بالاتره. باز مثلا خلاصه AI اینا همشون یعنی خیلی چیز یاد گرفتن و روتینش کنین و خیلی اصلا نترسین از یاد گرفتن. به نظر من مثلا اگه همون 3-4 تای پایه رو یاد بگیرین که شامل مثلا شاید یه جبر خطیه، یه مثلا آمار و احتمال، یه سری هم مثلا معادلات دیفرانسیل، میتونید سوار این بشین و مثلا تقریبا هر رشته جدیدی، هر درس جدیدی رو خیلی آسون یاد بگیریم. ریاضی اینو خلاصه پدر و همه چیه ریاضیتون رو یاد بگیرید. از بالا هم بیزنس و پروداکت مثلا یا استوری تلینگ و اینا رو یاد بگیریم، بعد این وسطاش همه چی رو به هم. جالبه این وسطا رو میتونی پرش کنی، وسطا رو اینترنت میشه رفت یوتیوب کرد پرش کرد. آره به نظرم خلاصه برای همین من خودم از این قضیه خیلی سود کردم، هم توی پیشرفت حالا کارم، هم خلاصه توی زندگی همیشه این یکی از مهمترین چیزا بوده برای بچهای ایران هم. به نظر من خلاصه فکر نکنی که از فلان دانشگاهین، از کجا اومدین، اینو خودتون الان خیلی راحت شده دیگه. یعنی به نظرم برین و یاد بگیرین و دنیاتون رو بزرگ کنین با این یاد گرفتن. به نظرم این خیلی مهمه. دمت گرم، خیلی عالی بود. بچه‌ها هر چی سوال چیزی دارین بزنین این زیر یوتیوب، ما علی رو دوباره سعی می‌کنم بیارم دوباره. اگه اصلا راجع به اون قضیه که چجوری این جابا رو میگیری اونم برای خیلی سوال بشه. آقا دمت گرم، خیلی دیگه مزاحم نمیشه.